روایت میکنن یکی از شیخ‌ها رو در کتابای تصوف که دنیا میگذره در خواب میبیننش، میگن منکر و نکیر خودی چه خیلی گپ زدی؟ گفته اومدن در اومدن پرسیدن خدات کیه رسولت کیه؟ گفته رو گاو زنی بندم گیره امتم گیره با جواب میتیم نگیره من چی در کاره یوخی الله گو محمد گو میگه ها با چو کرد گو همین رفته گو دیگه نیومدن. یعنی که برادر رو دعا کنیم که الله بندمون گیره محمد امتمون گیره صلی الله علیه و سلم بنده وی واقعی خدا باشیم امتای واقعی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشیم. آخری رازی میگه که درجه یوسف ای پدرش بلند بوده است. و کدام دلیل میگه؟ همون روزی که 40 سال بعد زمین مصر آمدن پدرش میگه وقتی بالای انمو تخت نشسته پیش یوسف نگاه کرده گفت بچم ایمو صحرا گوزن چه زدن تکاد کنی نقل کن تره چی خیلی کردن چی غمود دادن همون را من در گوزن کنی من گوش کنه بین جمعیت ده و میگه حضرت یوسف میگن که پیش آمده گو یا ابتیه و تجان گو لا تسأل من هازو بیا میگه پا محکم که این هبینده بزرگی را میده انا میگه فخر روزی میگه ای اوتا بزرگ بده دمیجا میگه حضرت یعقوب اگه کمتر نه درجهش پای اومد میگه لا تسأل من هازو بیا همینا نپرس گو واسال بیا بپرس گفت من فضل الله ایو رحمتای خدا پرس من چی خیل ایو چاه برو آورده من امپراتور دنیا کرد خشو به حال انسانی که همین پرونده گناه رو تیز محکم کنه قبچه گناه رو محکم کنه همینجا میگه درجهش بلند بده یعقوب نبی را گوزنی نمون میگه گو بیا گو اگه نکه گو همین را محکم کنیم چیزی بود نبود گو من همه همین را بخشیدم رفت خوشروی بود که همین خیلی خوشروی بود که بعد از اون میگن یعقوب نبی میگه دیگر در این گل میگه چی شد خراول شد میگه دیگه اکلا خیلی زیبا های همین خیلی خوشرو های و وقتی که حضرت یوسف وقت میبرن فخری رازی میبیاره 70 رساله فخری رازی فقط در همین کتاب سوره یوسف نوشته گه هر یک رسالش میگه یک پنده. یعقوب میگه وقتی که آوردن بنیامین قپیدن دوباره آمدن یا اسفا گو هم داد زد که با غم بیدار کرده چشما و بیضت سفید شد میگه گیره را هم تا پرده گرفت میگه همین پرده گرفت که بعد از اون ماند و با امو غم یوسف دوباره بیدار شد. بعد از او گو پروردگار رو شکایتت میکنم تو من واقعا امتحان و سختم گرفته که من اولیای تر بونی کردن نتونستم. برادرو بازم میگم پیامبر تحقیر شوه جواب میتیم پیامبر تنقید شوه جواب میتیم علما تحقیر شوه جواب میتیم برای اینا امانتای خدا در زمینه خشا به حال انسانی که در حالتهای وزبینی همین گونه دردانه ها اولیای خدا را پنهان کردن اولیای خدا را جا و جا کردن اولیای خدا را بردن مقصد خدمت ها کردن. برای همین میگه یعقوب گریه کرد که پروردگار من شکایت میکنم در تو من میدانم رنجم رسیده دردم رسیده همش همین میبینم که من نتونستم ولی تربونی کرده من نتونستم دو مخلوق در پدسش کردم همین خیلی شد. برای همین برادرو در کجایی که یک از حافظ قرآن ای یک از قاری قرآن ای یک از عالم ای یک از علما ای یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ای این از یادمون نبراریم برادرو که اگر او را میگن که برده به سعود رسون برده به سعود نمیرسونی رنگ یعقوب خداوند امتحان میکنه اینا را باید ما بونی کنیم قسم به خدا برای که خلایق امروز 7.5 میلیارد در بین اینها یک از علمای بزرگ میشه یا تا این حافظ میشه مجموعاً حساب کنیم که 50 تا علمای داعی نباشه. برای ما یک از واجباتمون حفظ سلامتی نمیاد اینا نقض دانیم اینا نقض فهمیم. ابوبکر بزرگیش برای چیه ابوبکر بزرگیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته که ای همه دنیا فایده طلب نکردن برای فایده شمزیق نشدن لیکن یک از فایده دیدم این ابوبکر ختم اولش چوبا گفت همین غلاما رو آزاد کرده دین ما رونق داد این همین ابوبکر گفت فایده دیدم نباشه برای دنیا زیق شدگی نبودم. برای این عزت ابوبکر صدیق بینه این مقام بینه پیامبر شناخت فدا کرد چه برای همین اولیای خدا را اکنون ولی خدا را پیامبر خدا را داد. یعنی چیکار کرد میگه همو را میگه حفظ شه میگه سیستمون ببین که کجا میره همش تقدیر الهیه اما یک لغزش میشه و برادر آدم خودش که ره کی داد به ابلیس میبیاد ابلیس همین خیلی فتنه انداخت که فردا شما در راهبر همین میشه
اگه بالای شما در کلان همین میشه، میگه غرور در درون دلشون آمده، میگه چنان جوشیدن که اکنون اندیشه داری. ده مردگی وزبینی در بالای سری ما، اما مهربانی در بالای سری او. این خیلی نمیشه گفت اکنون در فکر نابودیش شقه شدن. اینا بینا در فکر نابودیش. فخری رازی با آورده که دونیسه باشه، گفته این دعای اوتا ترسه، ای دعای اوتا ترسه، گفته که همونجا وقتی پیش یعقوب نبی آوردن در رسالش میبیاره، گفتن یوسف و تماشای کوه میبریم، گفت میترسم گرگ بسیار، گفت که گرگ میدرشه. همین نفس گرگ شد، میگه یوسف گرگ دبر رفت. اینا ببین که همین نفس کرد، ای ببین که نفس پدر رفت، گفت میبرشم گرگ درد زیاده، اگون گرگ همین اگون خوف میترسه گرگ نبرش، اگون فلاکتش کنه نباشه برای تسکینی برادراش گفت همینا نبرن. همین گرگ گفت میگه پدر نفس کرد، میگه همین یوسف در همین کمی گرگ رفت تا 40 ساله. برای همین دعای پدر میگیره برادر آدم، حتی که چی نفسی که پدر میکنه آدم همون میشه، چی نفسی که میکنه همون انسان میرسه. امام قاضی رو چند بار روایت کردیم که گفتیم که حضرت فرمودگی به دستیان که چیزی که پدرم دعا داد در زندگیم همون را دیدم، چی نفسی کرد همون را دیدم. برای همین کسی را میبینی بلنده، کسی را میبینی ثروتمنده، کسی را میبینی دودگیش خدا ریشه را پرسه برادر دعای او تو چشمونی نگوی. این دعا اینو بسیار سپره. امام بخاری مدینه منوره مادرشون میبرن، تمام علمای عظام زیارت مادرشون میبیو، تمام علمای حدیث زیارت مادرشون میبیو، دست مادرش بوسه کرده رفتن میگیرن، با مادرش میپرسه که محمد اسماعیل بچم اینجا بیو، این مردم چوی خمر زیارت دارن؟ میگه آخه برای که شب نماز تهجد داری. آخه بچم کمپیر تهجد خون زیاده، اینه که پیش من بسیار آمده استیان. خیلی ممکن که پیر شده، آخه پیر بسیاره بچم، خیلی چهره نورانی های مادر نه، آخه جا آدم نورانی زیاده بچم. برای او زیارتت میکنن که مادری بخوری، آخه برای نمی زیارت دارن. ای بچم با میگمت که با مغرور نشوی که اینمی امیرالمومنین در حدیث بخوری نمی کمپیر کلون کرده. با مغرور نشوی، احتیاط کن، با مغرور نشوی که انمی ترا من کلون کردگیم بچم. بسیاری وقت به حضرت امام بخاری گریه میکردن، چشمشون ای او وقتا توزه کردن، شاگردان میپرسیدن که چرا گریه میکنی؟ حضرت میگفت برای اوچم دلگیر شدم. چی بخی؟ میگفت بلاگردان ما گم کردم. خیلی بلاگردان. من شبا میخواستم که در همون بالاکی جاگهکش در تهجدش دستای همین پوری همین پوچالهکش طرف آسمان برداشته، لرزیده لرزیده دعا کرده است. او دستای پوچاله هر یک بلا رای سری من یک نیمه که میکرد که من خودم میدونم. برای همین این برادر اینا نقض دانیم. دعای پدر و مادر واقعا جوشنه، واقعا جوشنه، واقعا یک چیزی بزرگه، واقعا یک چیزی کلانه. برای همین اینا بسیار بلاگردانه، بعد از سر رفتن دیر میشوه. از امام بخاری میگفت اینا بلاها را از سر من دور میکردن. او دستای ضعیفی میدهک یک نفس کرد در گرگ، یوسف رفت در همودان که پیامبری الهی بدم. بسیار حتی پیامبر اکرم در حدیث ها اشاره کردگن که نسبت اوچهاتون ای اوتهاتون بسیار ترسه. چون گفتن حضرت ten دلی مادر بسیار مهربونه، چی دعا و دسیسه و دشنام میکنه، گفتن رنگ تیره را که در آوی سلخین میزنه همی خیله تی سلخین میشوه. اما ای پدر ترسه، گفتن که دعا و درود و چیز میکنه تیز زجرتون میکنه می قبول میشوه. بسیارتر ای اوتا ترسه. این ببینین بسیارتر گو ای دعای اوتا ترسه که تیز میگرفته است. یک نفس کرد برای تسکینی برادرو، اما بینه که یوسف به همون چی شد، به همون رفت، به همون دو بیابان. گو بیا بچه‌ام، گفت همین مانی من مقصد دیگه تنجه که گردم بیا غمم نته. گو میدونم من میترسم، گفت که همین یوسفی منو میبره سید گرگو میشوه. انا که دعا رفت، نفس رفت همینجا سید گرگو میشوه. یک از انسانای بزرگ میگه وقتی که میشیشته، میگه در همینجا من خودم گوش کردم، میگه همین خیل همین ایشانی بزرگ میگه همین خیل بازونوش میرفت میگه و میگه همین خیل دوید ایدر بیرون برآمدند که و میگه امر کرد که ای بیاره گیره بیارش بیرون در نبرشه. و میگه من آوردم، گفتم خود چون میکنه ما بیرون تماشا کنه؟ گفت ای نه این شما بیرون میبری حوض دورو میتینشه. همین آدم میگه مرد رفت، 2 مرتبه همین ایشون گفت پیش ما دورو دادن، 2 مرتبه داروش دادن. میگه من شاهیدم، میگه که پوستاش ریخ، میگه رواش رنگ داد. 2 ساله بود، میگه در پیش من پدرش نفسش کرگی بود که این نبره هر جایی داروش میتیم. برای همین دعای پدر میره برادرو، برای خوبی تام میره، برای بدی تام میره.
برای همیشه قسم به خدا همین جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ای همه کفر وزبین در دین من انمو کفر هسته که انسان در پیش دنیا و ریاست و جورهاش از پدرش ایزو کشه، انمی کفر وزبین بده که او تمامی جنبی او تمامی تا نکنه پیش رفیقای من نشنه. نه، باید فخر کنی ای پدرت، ما خونی او، ما گوشتی او. ای همه کفر فعلی انمی بده که آدم میگفته که او تمامو جنمونه پیش هوای گیره که هرچی میگه. بسیار گناه عظیم بوده است. آدم باید چیکار میکنه؟ ایوتاش ایزو میکشده پیش انمو ریاستش ده و پیش انمو دنیا دوریش به جورهاش ده. همین بسیار انسان باید این مسائل احتیاط کنه. این پدر و مادر بسیار چیزی بزرگ است. پدرداری مادرداری این امانت الله است. یک نفس کرد یوسف علیه السلام 40 سال رفتن با وجود که تقدیر الهی. یعقوب میگه می نگاه کرد به یوسف که اکنون آدمای تصوف عرفان درون میبینن، اینا بینن درون میبینن. حضرت شمس تبریزی وقتی میبیه زمین بلخ میپرسه که علمای دور کیه، هم امر میکنه که علمای دور مولانای رومی ای. بعد میبیه که مولانای رومی یک درخت داشته یا صرفه، یک درخت داشته یا صرفه، هر یک درخت 4 تا شاگرد شیشتگی، هر یک تی همین درس گفته میرفته، ایه ده فقه، ایه ده حدیث، ایه ده علم ستاره شناسی، هم باقی کلانی مدرسه علمی داشته است. با بین همون یک حوض کلان بوده است، همین کتاباش موندگی، کتابای بزرگ کلان کتابخانه داشته است. بعد شمس تبریزی میبیاین همین کتابا رو همه را در داخل هم حوض میپرتوین که همین اولاد میگه صدا میشه که یا دیوان اومده همه کتابا رو در حوض پرتوفته است. مولانا سراسیمه میشن رومی. بعد از اون میبیان بعد فریاد میکنن که تو عقل داری، فراست داری، تو میدونی این علم فقه، علم حدیث است، ما اینو چقدر عذاب کشیدگیم، ما اینو چقدر نعمت کردگیم، تو چی سواد داری و میخنده. بعد از اون میگه حضرت شمس میگم که دست میزنه همون کتابای خالتی دیگه همه شادری حوض هم میبرورا، همه میبرورا بالای هم جوش هم میمونه و همین کتاب چهتش میگیرن فقه هوی میکنه، پوف میکنه که ادریش چنگ میپره تر نشدیان. اینه بینده برای همین میگه ها، میگه تو قولا میبینی و حولا میبینی مولانا. بعد تو همین وقت از علم تصوف خبر نداشته، تو همین وقت علم خونده و اکنون جوهر ده مغز اساسی ده نرفته بوده است. برای همین یوسف سیر میکنه که تماشا را و گل بینم این بینم، اما یعقوب میگه با چشم تصوف میبینه او در آینده پیامبر، در آینده این کسی بزرگ است و همین میبره اگه فلاکت میشوه. هر انسان حق فرزندش ده، حق خاندانش ده آینده بینی نداره و شکست میخوره. باید 10 سال پیش بینی، 20 سال پیش بینی که این کی میشوه، باید فکر کنی که این چی میشوه، باید گم خیلی دقت که پگه این چی میشوه. یعقوب برای این میگه با چشمی باطن دید خیلی پیامبر ای شما شوخی نکنه، این پیامبر. حتی که روایتی که رسول اکرم در ابن کثیر آورده میگه همون زمانی که یوسف یک شپلاق زدن پروردگار همون زمان عرش به زمین جمونده بوده. یک شپلاق زدگی ده میگم که عرشو انا همین چی جمیده بوده زمین، یک لرزش شمال خست میگه که کنعان در تنگ چنگ مون. دل دوستای خدا رو کسی به درد میبیاره. وعده خدا بوده، حدیث صحیحه که کسی دوستی من غم میتیه من غمش میتیم. میگه خدا من آزان تو ولیان، کسی آزار میته دوستی من غمش میتیم، کسی زید دوستی من میخزم زیدش. کفیلی وعده خدا های. مقصد میگه با چشم میرفون دی چوخی و یاد این پیامبر های. این دیگه مقصد خیلی شوخی کرده رفته سایو ما دیگر چی میبینیم گویا یعقوب نبی. برای همین مقصد کلام همینه که کلان و بچه دار و دختر دار و 10 ساله رو 10 فرزند رو فکر کنی، 15 ساله رو فکر کنی، نگاه کنی که آینده این فرزندا کجا میروند، چی میشوند. این ببینا پیامبر اکرم میگه که من دعای بابام ابراهیمم در این سرزمین. این 10,000 سال پیش حضرت ابراهیم کعبه رو میسازه و دستاش بلند میکنه که ای نسل من فرزندته که برای اهل تقوا و ایمان باشه و رسول الله به دنیا میبیا. 10,000 سال پیش دعا میکنن حضرت. برای ما هم با تاریخ فکر کنیم. خدای شب برای ما مبارک گردان و از آفت و بلا و کلفت ما رو نگهبان باش و عاقبت کاری ما رو به خیر، ایمان ما رو به سلامت گردان و پروردگار رو از شفاعت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ما رو به نصیب گردان
به طفیل نام نجات بخش آرامی بخش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این دکان و کارخانه را آباد کن. پروردگاری دست برداشتگی ها را، بیماراشون شفات، مشکلاتاشون آسان کن. پروردگار را عزت و آبروشان حفظ کن. خداوند همه ما را از بلاها محفوظ دار. پروردگار را در تمام ممالک عالم اسلام تینجی و آرامی را ارزانی گردان. خداوند دست این جانورای وحشی را از زمین مسلمانان بیرون ساز و همش سرنگون ساز. اللهم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین. چگونه ای که در چند جای قرآن پروردگار یک عجایب مقصد کلمه را استفاده میبرند. خود پروردگار که زینت الله، همه دنیا از زینت بوده. کلمه زینت استفاده میشه جانب رب العزت که زینت الله، این دنیا یا زرق برق بوده، میگذشته میرفته است. لیکن یک چیزم فراموش نکنیم که همه چیز در همین دنیا سوی میشه. این هم یک امتحانه. زینت الله لنبلوهم، از زینت بده که برای امتحان. خیلی اومده است، رسیدک، دیدیم، عمل کردیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با مزرعه هم گفتی انشا، یعنی که همین دنیا جای زراعتگاه هم بوده. یک چیز میکاری پگه جمع میکنی. خشو به حال مون که پروردگار اگر ثواب نویسه، هر جوده خیل مجلس نیسته، خیل نشست نیسته، خیل نفس نیسته، گوش کردن نیسته، شکر کردن در کاری که خیلی انسان آدم توفیق میتیه در این خیل مجلس ها میشینه. این همین انسان ها در همین دنیا مزرعه کردن، کاریدن، زراعت کاریدن، فردا میدروند، فردا میبینن. همون پروردگاری که یک قطره آب صورت بخشیده، باید ما ایمان داشته باشیم که پگه نماز ما را صورت میبخشه، روزه ما را صورت میبخشه، صدقه و احسان ما را صورت میبخشه، بسیار اعمال های نیک ما را صورت میبخشه. قدیم ما نشان میتیه. ما روایت های فراوان داریم که تجسیم الاعمال، هم بابا داریم در حدیث ها، یعنی که به جسم آمدن اعمال ها روز قیامت. حتی که قرآن محکمه سودی خدا را میخسته است و یک جوانی زیبا میگه پروردگارو این همین در شبای رمضان من خواند، من گوش کرد. ای پروردگارو من شاهدی میتیم که این همین انسان گوش کرد، من همین انسان من خواند. حدیث امام مسلم پیامبر اکرم کن کسی 6 تا درازترین سوره قرآن خوانه و او را اگر یا گوش کنه او سمع گفتنش گوش کنه، بقره و آل عمران و نیسا و اعراف، همین 6 سوره را روز قیامت زانتی که روز قیامت بوده. بالای سرش هم یک چتر می آمده است که همین چتر هیچ همین آدم به سایه نمیمونده. یعنی معلوم بوده است که پگه عمل ها هم جسمش میخستیان. حتی در دیگر جا قرآن حکایت میکنه که از طرف راست و چپاشان سرخ داده میشوند و جهنم میبیا. کیان را؟ کسایی که چیکار کردن؟ منع زکات کردن. مثلا معلومه که خیلی یک برنامه‌ای بوده از قیامت که آشکار میشدن. یعنی یک برنامه در قیامت یک کاری بوده است که رو میزده. قرآن می اومده است در محکمه سودی میگفته من گوش کرد، من خانه شاهدی میتیم. بعد از اون رمضان می اومده میگفته به خاطر من ای پروردگار رو این همین به خاطر خود من حرمت کردن نخورد نه آشامید تا فرو رفتن آفتاب زنش چخه نشد، این نکنک غیبت نک، این نکم خیلی ایستاد به خاطر رمضان من شاهدی میتیم. همین خیلی پیامبر اکرم گفتن هر کس قرآن شاهد باشه و جهنم نمیره. برای همین برادران این یک معلوم است که این عمل ها پگه به صورت می اومدیان. این خدا هم خیلی بزرگه. پروردگار همین نعمت ها را ما داده است. چگونه ای که نو دوملو درباره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت کردن، ابن حجر آورده است که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند صفت چه گفته. به شما میاد انسانی که در عصر 6 24 ساعت دندان شوکش خطی باشه. شما در همین زمان نمیوی آدمی را که 24 ساعت در دستش دندان شوکش باشه. مسواک رسول اکرم در بیخ گوشش میگه رنگ استاها قلم میموندن. حضرت میگه انا میخل مسواک چوش در دهنش بود. یگان مراتبه ندیدم که دهن حضرت بوی بد کنه.
در او زمان در عصری که تاریخ و عصر جاهلیت میگن پیامبر ما دندانشوکش 24 ساعت قطعی شد. عایشه مادرمون میگه اولین کار در خانه سر میکرد حضرت مسواک سر میکرد، حتی وقتی مردن شدن مسواک کردن حضرت. میوه انسانی که در اون عصر شد جاهلیت های لباساش جوشانده یا سیمغ رنگ کرده خیمچیز کرده پوشه، خیمچیز کرده پوشه نمیویم، حوزی نمیوان. در همین زمانی هم که پیش رفت پیامبر ما در انمو زمان لباساشون جوشانده میپوشیدن. یگان روزی رسول اکرم به خوشبویی و عطر نبوده است. حتی یک روز روایت میکنه از علی که حضرت آمدن خانه عایشه مادر ماندر آمدن گفتن که عایشه خوشبویی داری؟ گفت یک کرتم در خوشبویی زیاد کردگیم ندارم. گفت همو را بیار. میگه همو رو آوردن. میگه جناب پیغمبر درونی آب دادن. میگم تا یک تر کردن غوجیدن همو آب ریختگی همو رو در بدنشون مولدن مسجد رفتن. حتی به دوخی مسجد نمیدر اومدن حضرت. ما داریم انسانی که در اون عصر خیلی خوشبوه. لقد کان فی رسول الله اسوة حسنه. این پیغمبری من ای نمونه زندگی، این حبیبی من ای نمونه زندگی. شما کپی زندگی را ای حبیبی من حضرت محمد گیره میگه خدا صلی الله علیه و سلم. لمن کان یرجو الله، امید داره پگه خدا قدی و آخره زندگی را ای رسول من یاد گیره. امید داره نه اگر زندگی را ای رسول من یاد نگیره میگه امید دیدار خدا نکنه، آخرت هم نداره. الحمدلله ما امت رسول اکرمیم، ما امید داریم، ما از شفاعتش امید داریم. این نعمت بین در اون زمان، در اون زمانی که عصر جاهلیت است، اینقدر پیامبر ما بزرگ است، اینقدر پیامبر ما نعمت داره. در قرآن 392 جاش کلمه ربکه بوده. خدا در 392 جای قرآن میگه ربکه، ای محمد من خدای توم. ناز میکنه به خدا بودن در رسول الله. یا آدم میگه کوم ای من هستم، ای هم میگن و من زنده ام، تو در پات خور نمیزنم و من هستم. یا موسی یا آدم یا داوود یا عیسی داریم، یا محمد در یگان جا نداریم. فقط یا ایها الرسول، ای رسولی من. یعنی یا محمد نداریم. چقدر خداوند رسول الله را دوست می‌داره، چقدر خداوند رسول الله را نعمت‌های فراوان داده. برای همین حضرت مولوی هم در همین کتابش میبیاره در بخش دیگه‌اش که هیچگاه جنون بوی بهشتش نمیرسد. ای مولوی میگن اینمی بوی جنت خدا حرام کرده، هر دل سیاه شد زکینی محمد است. اینمی کینه داشته باشه رسول الله ده بوی جنت حرام بوده. اینمی قدر کینه داشته باشی بوی جنت حرام بوده است. برای همین رسول اکرم دوست داشتن در قرآن. پیامبر نغز بینیم، حرمتش کنیم، ایمان داشته باشیم صادقاً. این یک شخصیتی در این زمین اومد که همین پیشونه تاریخ زمین ده مهر زد رفت که اینم که زندگی کنه. اینم خیلی پیام آورد برای ما. الحمدلله ما امت شیم، ما امت رسول اکرمیم. برای همین حتی که قرآن قسم میکنن آیت داملا خواندن که لا ینطق عن الهوا، رسول الله را زبان جنایت نمیکرده. زبان پیغمبر معصوم بوده، یگان بار زبانشون جنایت کردگی نبوده. لا ینطق عن الهوا اطیع الله و اطیع الرسول. قرآن میگه اطاعت من اطاعت رسول حضرت محمد کنه صلی الله علیه و سلم. و میگن چقدر اطاعت رسول کنیم؟ چی میگه خدا تاکید میکنه؟ در حیات عمرش یگان بار گناه نداشته. برای انمی اطاعت کنیم، اطاعت رسول الله را برای انمی میکردیم که جنایت کردگی نبودن. حتی زبانش جنایت کردگی نبوده، گمی زبانی حضرت جنایت کردگی نبوده است. ببینید که چقدر شخصیت بزرگ بدیان. حتی خداوند موی سرش وصف میکنه، چشمش وصف میکنه، پاش وصف میکنه، دستش وصف میکنه در قرآن. ید الله فوق ایدیهم، قدرت خدای همه قدرت ها با الله های. یبایعونک انما یبایعون الله، کسی قدید دست به دست بیعت میکنه خدا قدی بیعت کرده. این شوخی نیستین. یا ایها المدثر، پیامبر در تگی بوریا و ادیولک خوابن که ندای ملکوتی آسمانی میگه در تگی جاگه خوابیده بخیز. نمیدونه در تگی گربه خوابیده خیز. خوابش موی سیاش زیمازا قلب سر، چشمای شحلای حضرت، شیشتناش در بین شما میگه رسول مای او پرس زندگی را، او های میگه نمونه زندگیتون. چقدر نعمت ها را خداوند بر رسول الله آورده، چقدر بزرگی ها را داده.
ягон паёмбари илоҳӣ ин хел васф нашудай. Ай рӯзи ба дунё омадай то рӯзи мурданша тамоми чиша навиштиянд. уламо иттифоқ доранд ки то қиёмат ин хели одам ёфт намешавад ки ҳама чиша нависанд. хобша, шиштанша, хӯрданша, либоспӯшиша, гаштанша, хестанша, ҳамаи чи расулуллоҳ дар варақ навишта шудааст. барои ҳамин ба туфайли номуш дуо мекунем ки худои беморҳои моро шифо ди ба туфайли номуш. қалбҳои рамидаи моро ром гардон. ҷаҳони исломда тинҷии оромиро арзонӣ гардон. дар дуконҳои мо, дар тиҷорату зироатҳои мо файзу баракате, иззату обрӯте, мақомте.